الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم. از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد. به عیسی پسر مریم ما نشانه‌های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می‌خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه‌های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی‌کردند، ولی ایشان اختلاف ورزیدند. پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می‌خواست ایشان با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می‌کند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای مؤمنون، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی میسر باشد و نه دوستی و نه هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نه او را پینکی میگیرد و نه هم خواب. هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست. چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمیتوانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
در دین اکراهی نیست، بیشک رهیابی از گمراهی جدا شده است. پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد. و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. آن شخص گفت منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می‌آورد پس تو آن را از مغرب برآر. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده‌ای گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود گفت چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمت از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین
و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوان‌ها یعنی استخوان‌های خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می‌گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوه‌ها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعم و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایش گرو داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی‌نیاز و صاحب حلم است. یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. و
ای مؤمنان، خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید. چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آورند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی است در جای بلند. باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد؟ در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد. صاحب آن باغ به پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیزی ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایشگر و داناست. یؤتی الحکمت من یشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پند نمی گیرند مگر خردمندان. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید با یقین خداوند آن را می داند و برای ستمگاران یاری دهنده نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است، ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است. از شما بعضی از گناهان شما را می زداید و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. راهیابی ایشان به ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه خداوند هر کی را خواهد راهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند و هر خیری را که می دهید به شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخص بیخبر از حالشان از سبب خویشتنداری ایشان فکر می کند که توانگرند. ایشان را سیمایشان می شناسی. ایشان مسرانه از مردم سؤال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقا که خداوند به آن داناست. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. برای ایشان نه خوف است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن
انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آنهایی که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهایند دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گنهکاری را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوفی است و نی هم ایشان اندوهگین میشوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگ از طرف خدا و رسولش آماده باشید، ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. و این کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم. و ای مؤمنان، چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد. پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند. هرگاه مدیون سفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و 2 گواه از مردان خود بگیرید و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن ابا نورزند و از این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیکتر است به این که به شک نیفتند مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نی کاتب و نی گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما میآموزد و خداوند به همه چیز داناست.